به همراهان همیشگی وبسایت آموزشی تاپلرن. من رامین صیقلی با دوره آموزش پایه برنامه‌نویسی اندروید با زبان کاتلین در خدمتتون هستم. امروز قراره درباره کانست در کاتلین صحبت بکنیم و بفهمیم که چه فرقی با ول داره، کجا میتونیم ازش استفاده بکنیم و همچنین چند تا مثال ساده و کاربردی هم میزنیم که بهتر توی ذهنمون جا بیفته. ما به طور کلی کانست رو در کنار ول با همدیگه استفاده میکنیم، اما این دوتا با همدیگه یه فرقی دارن که میخوام درباره‌اش صحبت بکنم. اولا که هر دوی اینها برای مقادیر ثابت در نظر گرفته میشن. ول توی زمان اجرا مقدارش رو میگیره، یعنی وقتی برنامه اجرا بشه مقدار ثابتش مشخص میشه، اما کانست توی زمان کامپایلی که مقدارش مشخص میشه، یعنی همون موقع که کد هامون داره به بایت کد ها ترجمه میشه مقدارش باید تعیین شده باشه. به همین دلیل هم هست که کانست فقط با مقادیر ساده‌ای مثل عدد، رشته یا بولیان قابل استفاده است. همینطور ما میتونیم متغیرهایی از جنس ول رو داخل فانکشن تعریف بکنیم، اما با کانست نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. اینکه فانکشن ها یا همون توابع چی هستن بعداً بهشون میرسیم و مفصل درباره‌شون صحبت میکنیم. اما همین رو در نظر داشته باشید که کانست یا در سطح کلاس تعریف میشه یا در کامپانیون آبجکت. در قسمت‌های آینده مفصل درباره کامپانیون آبجکت و کلاس ها هم صحبت میکنیم. بریم و با هم دیگه یک مثال ببینیم. معمولاً وقتی قراره توی برنامه‌مون به سرور ساید خودمون متصل بشیم و یه سری داده رو دریافت بکنیم، بیس URL خودمون رو داخل یک کانست قرار میدیم. همونطوری که گفتم ما نمیتونیم کانست خودمون رو داخل یک فانکشن تعریف کنیم. کانست رو یا باید در سطح کلاس تعریف کنیم یا داخل یک کامپانیون آبجکت. برای تعریف کانست از کلمه کلیدی کانست در کنار ول استفاده میکنیم. بعد اسم متغیر خودمون رو ایجاد میکنیم. اینجا هم میذارم base URL مساویه با https://toplearn.com. همونطوری که میبینید من از حروف بزرگ و آندرلاین برای تعریف کانست استفاده کردم. اما دلیلش چیه؟ اولا که به این روش نامگذاری میگن Screaming Snake Case. این روش نامگذاری اجباری نیست، اما یک قاعده بین برنامه‌نویسای موبایله. برای مثال اگر این نوع نامگذاری رو در هر برنامه‌ای دیدید، باید بدونید که اینا ثابت‌هایی هستن که تغییر نمی‌کنن و قرار نیست تو هیچ جای برنامه هم مقدارشون تغییر پیدا بکنه. همینطور دو نوع معروف نامگذاری دیگه‌ای هم داریم، مثل پاسکال کیس که برای کلاس‌ها و اشیا استفاده میشه که بعداً بهش میرسیم، و همینطور کمل کیس که برای متغیرها و توابع استفاده میشه. ما از روش کمل کیس برای تعریف متغیرها و فانکشن‌ها زمانی استفاده میکنیم که ناممون بیشتر از 2 کلمه داشته باشه. این روش نامگذاری خیلی ساده است. اولین حرف کلمه اول باید کوچیک باشه و بعد از اون هر کلمه‌ای که داریم اولین حرفش با حروف بزرگ نوشته میشه. برای مثال اگر بیس URL ما قرار نبود که یک کانست باشه، میگفتیم بله بیس URL. از بحث خودمون دور نشیم. پس ما کانست ها رو با آپرکیس یا همون حروف بزرگ می نویسیم و بین کلمات از آندرلاین استفاده می کنیم. اینجوری به همکارمون یا برنامه‌نویسای دیگه میفهمونیم که این یک مقدار ثابته و هیچ موقع هم تغییر نمیکنه.